آقا این برنج این نقره است. خیلی‌ها میگن که برنج با نقره باید چجوری جوشکاری بدیم، لحیم خاصی میخواد، روش خاصی داره. پس این ویدیو رو کاملا ببینید تا آموزشی رو براتون بذارم، ببینید که من چجور برنج روی نقره یا نقره رو برنج جوشکاری میکنم. لحیم ها رو میبینید ریز کردم، آماده است. به همین سادگی برنج روی نقره جوشکاری کردم. حالا این لحیم چه عیاری داره، چه عیاری مناسب این هست و این طعنه کاره به چی شکلی هست، خیلی خوب بلدن. اما اونایی که بلد نیستن حتما دوره اونو تهیه کنن، چون اونجا مفصل راجع به لحیم و طعنه کار صحبت کردم.